با سلام، بهنام رضایی ام از وبسایت لرن سی جی داتایار. خب بچه ها، قصد دارم توی این قسمت شما رو با دسترس سویچ آشنا کنم. ما چه مواقعی از سویچ استفاده میکنیم؟ مواقعی که بیش از چند انتخاب برای اجرای دستورالعملامون داشته باشیم. مثلا میتونیم هم از else if و حالا شروط استفاده بکنیم، اما خب هر چیزی جایی داره و برای این کار بهتره که از سویچ استفاده کنیم. هم نظم بهتری پیدا میکنه، هم هر کسی دیگه ممکنه یه موقع کد ما دست یه برنامه‌نویس دیگه بیفته بگه اینی که میتونست با سویچ بنویسه، چرا اومد با else if و این چیزا نوشته. نحوه نوشتنش به این شکله. میایم اینجا یه سویچ مینویسیم و دو تا تب. خب اینجا ورودیشو میزنه یا پارامتر ورودی، ما بهش میگیم پارامتر به سویچ. خب مثلا من میگم که اول یه متغیر تعریف میکنم، اینتیجر، اینت آ، هیچ مقداری هم فعلا بهش نمید. خب اینجا آ رو وارد میکنم. بر اساس این آ میاد میگه که خب ما مثلا ممکنه تو برنامه مثلا بگیم که ما یه 3 داریم، یه 6 داریم، یه 7. پس چی داریم؟ یه 3 داریم، یه 6 داریم، یه دونه 7. 6 چرا چاپ ننوشته؟ 6 و این غلطه ها، فقط اینجا نوشتم که یادم نه. ممکنه این سه تا رو توی A قرار بگیره، شاید هم هیچ کدومش نباشه. الان اینو بخوایم سویچش رو بنویسیم چه جوریه؟ میگیم که کیس اول یا حالت اولمون رو باید تعریف کنیم. می‌نویسیم کیس 3 دو نقطه دستوراتمون رو اینجا می‌نویسیم. مثلا میگیم debug .line your number is 3. خب و در نهایت برای اینکه از این سویچ بیایم بیرون دستور بریک رو میزنیم. حالا بذارید بعدا نشونتون میدم اگه بریک نزنیم چه اتفاقی میفته. کیس 6 پایینش بریکش رو قبلش بنویسم. خب و کیس چی داریم؟ 7. ممکنه این عدد این ای ما هر کدوم از این اعداد باشه، شاید هم هیچ کدوم نباشه. خب بریک و اینو ما میگیریم که نخواهیم بنویسیم زیادی. اینجا 6 و 7. خب اگه هیچ کدوم نبودن بچه این دیفالته برای همینه اینجا. در صورتی که هیچ کدوم از این کیس های ما نبود، اون ورودیه، میایم چیکار میکنیم؟ یه بریک هم براش میذاریم که در نهایت اگه هیچ کدوم نبود بیا این کارو بکن. Your number is not in range. مثلا شماره شما، اون عددتون توی رنج نیست. Your number not in range. اوکی. خب الان برنامه رو بریم یه اجرای بگیریم. من مثلا برای دفعه اول به آ مقدار 6 رو میدم. الان برنامه رو اجرا کنیم. یعنی your number is 6. حالا 6 میشه. این برای اینه. خب ببینید بچه‌ها، الان برای من سخته که هر بار بیام اینجا این مقدار A رو بخوام از اینجا تغییر بدم. ما سطوح دسترسی رو توی برنامه‌نویسی شیگرا یا همون Object Oriented Programming بهش میرسیم، اما قبلش ببینید چون اینجا ساختارش هم بر اساس کلاسه، من سطوح دسترسی رو یه کوچولو در باش توضیح میدم. ما میتونیم متغیرامون رو بر مثلا سطح دسترسی عمومی تعریف کنیم که بتونیم داخل اینسپکتور بهش دسترسی داشته باشیم و اونو تغییرش بدیم. و هر مقداری که توی اینسپکتور براش قرار میدیم به مقداری که توی اسکریپت براش نوشتیم برتری داره. ببینید من الان میام برای اینکه بتونم مقدار آ رو از طریق اینسپکتور مشخص کنم یه پابلیک قبلش میذارم، یعنی سطح دسترسیش عمومی میکنم. خب الان ببینید من اینجا به 6 دادم، درسته؟ الان میریم اینجا رو نگاه کنید چه اتفاقی میفته. اومد اینجا مقدارش هم 6. الان من مقدار 8 رو بهش بدم، ببینید هنوز تو اسکریپت هم 6 اما این 8 رو اجرا میکنه. ببینید 8 توی اون سویچ ما نبود، میاد دیفالت اجرا میکنه.
خب بچه این تقریبا دیگه چیز دیگه ای نداره سویچ ها. میگم همه اینا رو من دارم به صورت خیلی ساده و ابتدایی برای شما توضیح میدم که بعدا تو پروژه هامو ازشون استفاده کنیم و اونجا به صورت کامل درک میکنی که من اینا رو مثلا چرا توضیحاتش شدم. الان مثلا توی پروژه من برم سویچ بنویسم، شما میگی سویچ چیه؟ اصلا ممکنه بلد نباشید چیه. خب یه سری هم هستن خب یه کوچولو برنامه‌نویسی پاس کرده باشن متوجه میشن، چون سویچ تو اکثر زبان برنامه‌نویسی ما داریم. این قسمت هم بچه ها به پایان رسید. امیدوارم لذت برده باشید. اگه این ویدیو رو از طریق کانال یوتیوب لرنسیجی تماشا میکنید لایک و سابسکرایب حتما یادتون نره. تا قسمت بعد همه شما رو خدا بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.